عرض سلام خدمت همگی. در ویدئوی قبلی انواع میوه اژدها و سیب کاکتوس رو مرور کردیم. امروز گونه اوپونتیا رو بررسی میکنیم. معمولا مقدس‌ترین نمادهای هر ملتی در وسط پرچمشون قرار میگیره. در وسط پرچم مکزیک تصویر گیاهی وجود داره که به گیاه مقدس معروفه. اسم علمی اون اوپونتیاست. مجسمه یا نقاشی اوپونتیا در موزه ها و عبادتگاه های مکزیک در کنار انسان هایی که در حال شکرگزاری هستن و اوپونتیا رو به فرزندانشون نشون میدن دیده میشه. خب چرا این گیاه برای مردم مکزیک اینقدر مهمه؟ بخش بزرگی از مکزیک بیابانیه، برای کشت و کار محصولات رایج مناسب نیست، اما اوپونتیا تونسته خیلی از نیازهای مردم رو تأمین کنه و ادامه حیات اجتماعی اونها رو میسر کرده. اوپونتیا از گیاهان گلدار متعلق به دسته به کلاس نهاندانگان. تکثیر سنتی از طریق قلمه زدن و کاشت بذر انجام میشه. در تشکیل بذر عمدتاً مادگی هر گل توسط گرده های همون گل یا به وسیله گرده های سایر گل های اوپونتیا بارور میشه و حشرات خصوصا زنبور نقش بسزایی در گرده افشانی اوپونتیا دارن. بذر اوپونتیا در تخمدان گیاه تشکیل میشه و بعد از اون بافت های تخمدان بالغ میشن، رشد میکنن و اطراف بذرها با مواد محافظتی پوشیده میشه که ما مجموعه بذرها و مواد محافظتی رو بهش میگیم میوه، که به لحاظ رنگ و اندازه بسیار متنوع هستند. این مقاله جایگاه اوپونتیا رو در طبقه بندی گیاهی به خوبی مشخص کرده. در طبقه بندی علمی اوپونتیا یک جنس حساب میشه که حدود 200 گونه اوپونتیا در این جنس قرار میگیرن. برخی گونه ها چند واریته یا رقم دارن. مثلا رقم دلینی متعلق به گونه استریکای اوپونتیاست. شکل کلی اوپونتیا همینیه که در تصویر مشاهده میکنین، دارای برگ های مسطح بیضی شکل پوشیده از خار با میوه های گلابی شکل رنگی. با توجه به تعداد زیاد گونه های اوپونتیا، تنوع در رنگ، شکل، وزن و اندازه میوه و برگ مشاهده میشه. اگرچه همه گونه های اوپونتیا میوه دارن، میوه اونها هم اکثرا قابل خوردن هستن، ولی همه اونها وزن، اندازه و کیفیت مناسبی برای عرضه به بازار رو ندارن، به طوری که برخی از گونه های اوپونتیا به دلیل گل های زیبا یا شکل ظاهری جذاب فقط کاربرد زینتی دارن. برخی گونه‌های زینتی اوپونتیا که اتفاقا خیلی هم پرطرفدار هستن، شکل برگشون کشیده و سیلندری هست. این گونه‌ها به دلیل تفاوت چشمگیر شکل برگ اخیراً در جنس دیگه‌ای به نام اوپونتیای سیلندری طبقه بندی میشن. برگ اوپونتیا در زبان انگلیسی پد و در زبان اسپانیایی نوپال گفته میشه، اما اسم علمی اون ساقبرگ یا کلدود هست. میوه اوپونتیا در زبان اسپانیایی توناس و در زبان انگلیسی پرکلیپر یعنی گلابی خاردار و همچنین ایندیان فیگ یعنی انجیر آمریکایی نامگذاری شده. البته کلمه ایندیان یعنی هندی، اما ترجمه انجیر هندی صحیح نیست که در ادامه توضیح خواهم داد. در یونان باستان شهری وجود داشته به نام اوپوس. در باغ‌های این شهر گیاهی بوده که برای تکثیرش برگ اون رو توی خاک می‌کاشتن، ریشه میداده و رشد می‌کرده. روش تکثیر سنتی گیاه اوپونتیا یا گلابی خاردار هم به همین شکل است. لذا زمانی که خواستن برای این گیاه اسم علمی انتخاب کنن، اسمشو گذاشتن اوپونتیا یعنی برگرفته از اوپوس. این عکس مربوط به برگ گونه انجلمانیه که خودم کاشتم، می‌بینید که ریشه زده. سایر گونه های اوپونتیا هم همین ویژگی رو دارن. زمانی که کریستوف کلمب به آمریکا رسید تصور میکرد به هندوستان رفته، لذا وقتی بومیان آمریکا رو دید فکر کرد اونا هندی هستن، بهشون گفت هندی یا ایندیان. این اسم همچنان روی بومیان آمریکا مونده. اگر از یه فرد هندی بپرسی کجایی هستی، اونم میگه ایندیان هستن. به همین سبب در سالهای اخیر انجمن‌های مختلفی دست به کار شدن. نهایتاً مصوب شد که به بومیان آمریکایی بگن
امریکن ایندیان یعنی هندیای آمریکایی. وقتی مهاجرا اوپونتیا رو با خودشون به اروپا بردن، به دلیل اینکه ظاهر اوپونتیا شبیه انجیره، مردم اروپا اسمشو گذاشتن ایندیان فیگ یعنی انجیر بومیان آمریکا که هیچ ربطی به کشور هندوستان نداره. اسم گلابی خاردار یا پرکلیپر اسمی بود که بین مهاجرای ساکن در آمریکا خیلی رایج شد. سوال اینجاست چرا یک گیاهان بیابانی رو مهاجرها با خودشون بردن به قاره سرسبز اروپا؟ ویتامین C یا اسید اسکوربیک در میوه‌جات و سبزیجات تازه وجود داره. کم بودش باعث عوارضی مثل از بین رفتن استحکام بافت‌های بدن، خونریزی لثه، ضعف شدید عضلانی در حد ناتوانی در حرکت. به این بیماری اسکوربوت میگن یا بیماری دریانوردان. در سفرهای دریایی قدیم چون امکان نگهداری سبزی و میوه نبود، ملوانه و دریانوردا به این بیماری دچار می شدن. درمان این بیماری بعد از رسیدن به ساحل با لیمو و پرتقال و سبزیجات تازه انجام می شد، اما این میوه چون زود خراب میشن امکان همراهی در سفر دریایی رو نداشتن. میوه و برگ اوپونتیا سرشار از ویتامین C هست. به دلیل ساختارشون خصوصا ساختار برگ ماها بدون نیاز به یخچال سالم میمونن، نه خشک میشن و نه فاسد. به همین سبب این گیاه یار و یاور دریانوردا شد در سفرهای دریایی طولانی و امکان رفتن به دوردستترین نقاط زمین رو فراهم کرد. پس کشورهایی که تجارت دریایی داشتن شروع کردن به کشت و کار اوپونتیا. اوپونتیا وقتی به اروپا رسید معروف شد به ایندیان فیگ، در اسپانیا و جزایر قناری به فیکوس ایندیکا، از اروپای مسیحی به شمال آفریقا رفت معروف شد به انجیر مسیحیان کریستین فیگ. در زمان قدیم به مناطقی که حکومت مرکزی نداشتن و قبیله‌ای زندگی می‌کردن میگفتن بربر یا بربر، چون شمال آفریقا در اون زمان ساختار قبیله‌ای داشت، لذا وقتی اوپونتیا به عثمانی یعنی مصر و ترکیه امروزی رسید معروف شد به انجیر بربرها یا بربری فیگ که همچنان در این مناطق به همین نام شناخته میشه. اسامی که ذکر شد تا چند سال پیش بدون قاعده خاصی کاملا سلیقه‌ای برای انواع اوپونتیا به کار میرفت، حتی در معتبرترین مقالات علمی. اما اخیراً از هر کدوم از این اسامی برای طبقه بندی گونه‌هایی که ویژگی‌های مشترک دارن استفاده میشه. بر این اساس گونه‌های اوپونتیا به دو دسته گلابی خاردار و انجیر آمریکایی تقسیم میشن. دسته گلابی خاردار گونه‌هایی هستند که برگ و میوه اونها علاوه بر خارهای ریز سطحی دارای خارهای بزرگ هم هستند. دسته دوم انجیر آمریکایی تمام گونه‌هایی تحت عنوان فیکوس ایندیکا، انجیر مسیحیان، انجیر بربرها رو شامل میشه. برگ و میوه این گونه خارهای ریز سطحی کمی دارن و عمدتاً خار بزرگ یا تیغ ندارن. دسته اول تنوع رنگی چندانی ندارن، عمدتاً میوهشون قرمز و بنفشه، اما دسته دوم تنوع رنگی زیادی در پوست و گوشت میوه اونها دیده میشه. گلابی‌های خاردار به جز چند مورد انگشت شمار که اندازهشون تقریباً متوسط مابقی همگی کوچیک هستن و گوشت چندانی ندارن، لذا پتانسیل اونها برای عرضه به بازار قابل توجه نیست. اما انجیرهای آمریکایی بسیار بزرگ هستن، وزن هر کدوم گاهن به 120 گرم میرسه، قابلیت عرضه به بازار رو دارن و در کشورهای زیادی به عنوان میوه مصرف میشه. در تصویر سمت چپ دو گونه از گلابی خاردار رو گذاشتم و در تصویر سمت راست یک انجیر آمریکایی رو در کنار یکی از همون گلابی‌های خاردار که البته زمان عکس برداری هنوز نارس بود گذاشتم تا تفاوت اندازه به خوبی مشخص بشه. عرب ها با ترکیب کلمه انجیر و خاردار اسمی درست کردن تحت عنوان انجیر خاردار یا التین الشوکی. گفتیم که کلدود یا ساق برگ اسم علمی برگ اوپونتیاست که گاهن اندازه و ضخامت اون به بزرگی یک میت تکواندو میرسه. این اندام فقط ظاهر شبیه برگه ولی در حقیقت
شاخه و ساقه گیاه هستند که موقتاً برای سازگاری با بیابان تغییر شکل دادن. برگ‌های اوپونتیا برای حفظ آب به شکل خار در میان و سبزینه برگ‌ها در ساق برگ ظاهر میشن که اتفاقاً منافذ کمتری نسبت به برگ دارن، در حفظ آب تاثیرگذاره. هر سال فقط یه لایه کلدود به گیاه اضافه میشه که معیاریه برای تعیین سن گیاه. اگر بیش از یه لایه کلدود تولید بشه، در زمستان کلدودهای اضافی از گیاه جدا میشن که این کار شانس تکثیر گیاه رو در شرایط سخت بیابانی افزایش میده. زاویه رشد گونه‌های مختلف متفاوته، یا کاملا عمودی هن یا مایل به طرفین که دونستن این موضوع برای رعایت فاصله کاشت گیاهچه‌ها مفیده. اوپونتیا از زمین‌های سنگی و صخره‌ای تا بیابون‌های گرم و خشک رو میتونه تحمل کنه. به خشکی این زمین بیابونی توجه کنین، خیلی شبیه مناطق مرکزی ایرانه. گونه‌هایی هستن که بارش سالانه 200 میلیمتر باران رو تحمل میکنن و به حیاتشون ادامه میدن. حتی برخی گونه‌ها سرمای کانادا رو هم تحمل میکنن، اما اکثر گونه‌های اوپونتیا به شوری حساس هستن. اکثر گونه‌های اوپونتیا بعد از 3 سالگی میوه میدن و از 5 سالگی به بعد به حد اکثر راندمان برداشت برگ و میوه میرسن که این شرایط حد اکثری معمولا تا 15 سال بعد هم پایداره. همه گونه‌ها در سالهای اول ظاهرشون شبیه بوته است، اما در سالهای بعد شکل و شمایل درخت در بعضی از گونه‌ها آشکار میشه. ارتفاع گیاه میتونه از 1.5 متر تا 5.5 متر متغیر باشه. با افزایش سن گیاه ساق برگ‌های قدیمی سبزینه رو از دست میدن و به شکل اصلی خودشون یعنی ساقه و شاخه برمیگردن، کاملا چوبی و قطور میشن و شمایل یک درخت بالغ به وضوح قابل رؤیت میشه. کیفیت چوب اوپونتیا هم مثل سایر درختاست و همون کاربردها رو داره. به این ترتیب اوپونتیا امکان تولید چوب در مناطق نیمه بیابانی رو میتونه فراهم کنه. همین یه مورد و تاثیر زیست محیطی اون برای ما که 2/3 کشورمون شرایط کاشت درخت رو نداره بسیار ارزشمنده. البته همونطور که در ویدیوی شماره 2 توضیح دادم، ما انتظارات بیشتری از گیاهان چند منظوره داریم. پس برای اهدافمون باید گونه‌هایی انتخاب کنیم که میوه قابل عرضه به بازار داشته باشند، خوراک دام رو تأمین کنن و در تأمین انرژی نقش ایفا کنن. اگر بتونیم در مناطق نیمه بیابانی باغات یا جنگل‌های دستکاشت اوپونتیا ایجاد کنیم، میتونه تأثیر زیادی در مهار رشد بیابان و آینده اجتماعی اقتصادی ما داشته باشه که البته اوپونتیا از قدیم معروف بوده به گیاه آینده. محصولات مشتق شده از ساقبرگ، گل، هسته و میوه های اوپونتیا در ویدیوهای بعد ارائه خواهد شد. مرا گفت از تلاطم ها میاسای که بد دردیست جان دادت به مرداب. خدا نگهدار.